درود خدمت شما خانم‌های عزیز. امروز میخوام یه رز زیبا رو بهتون آموزش بدم. برای شروع کار شما باید ساتان آمریکایی رو دو لا داشته باشید و لاش لایزانفیز متری بذارید و اتو کنید و وقتی که شق و رق شد روش شکل گلبرگا رو اشکی فرم بکشید و دورش رو ببرید. کاری که من دارم میکنم. میتونید این بالای گلبرگ رو یه وسطش یه هلال فرم بدید، مثلا از هم سایز کوچیک مثل این که من درست کردم. سعی کنید در 3 تا سایز درست کنید، 3 تا سایز کوچیک، بزرگ و متوسط درستشون کنید. اینو میذارید روی حوله توی داغ و میذارید وسطش و اینو اینجوری جمع میکنید، این گوشه اتو رو در واقع. ببینید حالت اینجوری چروکی میشه. اینو با دستم حتی میتونید چروک کنید. وسطش یه ذره یه حالت گود باید بشه. میدونید چی میگم؟ حتی میتونید لبه ها رو به جهت مخالف لبش رو برگردونید با اتو. دو تا لبه دو طرف رو به جهت مخالف یه همچین فرمی چروکیده باشه، وسطش حالت گود باشه، دو طرفش اینجوری به طرف بیرون تا شده باشه و اینو میذارید خشک بشه. تک تک این گلبرگ ها رو همین کار رو میکنید. اینو میذارید اینجا، اتو رو میذارید نوکش رو وسط گلبرگ و اینو با بخار اتو این شکلی نگه میدارید. در واقع این شکلی نگه میدارید که اون وسطش حالت گود افتادگی داشته باشه. یه کار دیگه هم میتونید بکنید، میتونید که این گلبرگ رو گلولش کنید، بذارید لای پارچه اتوش کنید. اینا دیگه ساده ترین راه هایی که میشه این گلبرگا رو درست کرد، وگرنه که ابزار خاص خودش داره. من میخوام که شما با کمترین امکانات بتونید که این کار رو انجام بدید و وقتی اینو بازش میکنید اینجوری چروکیده شده است و همینطوری میذارید که این خشک بشه. خب اینو میذارید کنار. پس بعد اینکه اینا خشک شد، در واقع یه ذره حالت گرفت، همین چروکیدگی اینا، بعد اینو با شم دورسوزش میکنید که این ریشا رو نداشته باشه. از این جهت نشون میدم که بتونید ببینید. بالایش هم نگیرید که سیاه بشه، روی این دیواره شم بگیرید. بعد از اینکه گلبرگا رو دورسوز کردید، یه سیمی رو این شکلی دور، سیم مخصوص گلسازی، بعد اینو میتابونید. بعد اولین گلبرگ رو دورش همینجوری صاف میپیچید، بیشتر میتابونید. میتونید دورش یه پنبه‌ای بذارید، بعد این گلبرگ رو دورش بتابونید. میتونید هم که این گلبرگ رو دورش بپیچید و با قرقره قرمز برای اینکه خوب اینو سفت نگه داره و باز نشه اولی رو، اینو اینجوری دورش با نخ بپیچید. بعد گلبرگ باریک، از گلبرگای کوچیک شروع میکنیم و اینو دورش این گلبرگ رو میپیچیم دور هم. بعد با قرقره دورش یه دونه اینجوری برید برای اینکه محکم بشه و در نیاد. ببینید شکلش رو چطور دارم پشت سر هم نمیذارید، وسط در وسط میذارید، به چسبی میزنید. بعد با قرقره دورش رو یه دور میرید برای اینکه محکم تر باشه.
هرچی به انتها میرسیم بعد گلبرگ‌های بزرگتر رو استفاده میکنیم. اول اونایی که باریکتره اونا رو استفاده میکنیم. همینطور دور تا دورش رو ادامه میدیم تا یه گل خوشگل درست بشه. کم نگه میدارید خشک بشه و در نهایت این دوتا گلبرگ رو میچسبونید. و اما گلبرگ آخر باید ببینیم اینو کجا بذاریم مشکل دارش. اینجا جاش خیلی خوبه. و این هم گلبرگ آخر. خانم‌های عزیز امیدوارم که از این گلای خوشگل برای لباساتون درست کنید. این گل رو میتونید روی کت بزنید، روی پیراهن بزنید، روی هر لباسی که خواستید میتونید ازش استفاده کنید.